سال 1999 محض با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کتاب اکادمیک باباجان غفورov تاجیکان به نشر نوبتی آماده شد. شخصا خود او به این اثر تحت عنوان سرچشمه خودشناسی ملی سرسخن نوشت. آن از 4.5 صفحه عبارت بود. در آن از جمله آمده است: واقعا تاریخ را خاطره انسانیت مینامند. پس هر فرد به آموزش تاریخ کشور خود اصل و نسب و معرفت بومی و ذاتیش را پایدار و بی‌گزند نگاه داشته نمیتواند. از ریشه خویش دور شده و ورطه گمنامی قدم می‌نهد. در پیام خویش 22 دکتر سال 2019 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی و حکومت مملکت سپارش دادند که با مقصد آموزش عمیق تاریخ پر افتخار خلق تاجیک شاه اثر باباجان غفورov کتاب تاجیکان را از حساب فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاپ کرده تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی از نام رهبر دولت به هر یک عائله کشور تحفه نمایند. اقدام پیشوای ملت خیلی نجیب و سری وقتی بوده. از هر یک ساکن مملکت دعوت می‌آورد که از تاریخ غناوتمند و پر افتخار گذشته خود آگاهی داشته باشند. محترم جناب عالی امام علی رحمان در پیام نبوتشان قید کردند و برای هر یک همین اهالیمان از همین فاند پرزیدنت و همین کتاب تاجیکان و چاپ برآورده شود و تا 30 سالگی همین استقلالیت جمهوری تاجیکستان و هر یک اهالی همون و یک دانگی همون کتاب داده شود. این اثر از همین آغاز می شود که یعنی که خلق تاجیک از پیش از کجا پیدا شد، در کدام زمینه پیدا شد، همین ها را یعنی که در همین اثر خود نشان داده است. و من به جوانان امروزه میگویم که هر یک شخص باید همین تاریخ گذشته خودش را داند. وقتی که همون تاریخ گذشته خودش را نمیداند آینده خود را تصور کردن نمیتواند. به هر یک همون جوانی که خلق تاجیک میگم جوانان عزیز همین کتاب را خوانند. ارزش علمی اثر بنیادی بی نهایت بزرگ بوده. باباجان غفورov با زحمت چندین ساله خود ما و مردم جهان را با صحیفه های تاریخ رنگین ملتمان آشنا کرد. تاجیکان باباجان غفورov برای آمیختن تاریخ خلق تاجیک برای ما خیلی هم کمک میرساند. در آن بسیار معلومات های مهم آورده شده است. از مطالعه کردن آن کس حلاوت میبرد، چون که ما در باره خلق خود معلومات بسیار هم مهم و برای هر یک شخص هر یک ملت در کاری را به دست آورده میتوانیم. در کتاب تاجیکان معلومات آید به تاریخ خلق تاجیک از خود دوره کوروش کبیر، دوره دولت به مثل دولت سلجوقیان، سامانیان، غزنویان معلومات های خیلی هم قیمت به آورده شده است که هنگام مطالعه کردن آن شخص میتواند که دایر به همان تاریخ گذشته خود، دایر به همان تاریخی که تاجیکان در گذشته چه خیلی همان تاریخ را گذراندند، چه خیلی کسب و کار داشتند، در کدام حالتنده بودند، ما بسیار معلومات های برای خود مهم را به دست آورده میتوانیم. بنابر گفت سرکتابدار کتابخانه مرکزی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov سلامت حیاتاوه هر فردی که از تاریخ و ملت خویش واقف میگردد این سابقه را با فرهنگ بیگانگان در مقایسه گذاشته با چشم خرد مینگرد، از جاهلیت وطن سوزانه کنار میرود. خیلی که از پیام امسال ما آگاهی نمودیم از طرف پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به هر یک خانواده اهل تاجیکان کتاب باباجان غفورov تقدیم می‌کردد. این یک اقدام نیکی از طرف پرزیدنت ما بود و حالا ما در کتابخانه صدارت کتابخانه تصمیم گرفتیم که یک گوشه برقرار نماییم که کتاب‌های باباجان غفورov یعنی تاجیکان به زبان‌های تاجیکی، روسی، انگلیسی نمایش داده شد و همه دانشجویان اختصاص‌ها آمده از این کتاب استفاده می‌برند، بیشتر استفاده برده استادند. اینچنین در پیام خویش پیشوای ملت ذکر کردند که عالمان و دانشمندان ما را ضرور است که به شناخت درست تاریخ، ترغیب میراث معنوی و سنت و آیین‌های مردمی نیز که طی عصرها در خاطره تاریخ ملت تاجیک نقش بستند توجهی جدی ظاهر نمایند.